تندرست باشید. در خدمتتون هستیم با گزارش دیدار حساس افغانستان یه پلی‌آف جام جهانی. امیدوار هستیم افغانستانی دیدار پیروز شود و بتونه به جام جهانی صعود کنه. افغانستان امروز با لباس‌های رنگ به میدان میره و ما در مهمترین بازی تاریخ خود ما مقابل قرقیزستان قرار میگیره. از این لحظه با ویسال داور بازی آغاز شد و ابتدا فرصت هست برای ما. رضا حسین پور ضربه میزنه و به بی‌ثمر. بازیکنان قرقیزستان موقعیت دارن برای شوت. سفری سری بازی را آغاز کرده. خود اکبر کاظمی موقعیت هست برای ما. فرزاد محمودی موقعیت هست برای ما. با عوض میکنه محمودی موقعیت شوت زنی میزنه و توپی که دروازه‌بان خوب گرفت. حالا موقعیت برای بازیکنان قرقیزستان اشتباه کردن. توپگیری خوب از سوی امید قنبری. موقعیت هست برای ما و گل. نخستین گل به ثمر رسانده. امید قنبری نخستین گل برای ما به ثمر رساند تا استرس از شانه‌های ما کمتر شود و ما بتونیم با بری و ضربه‌ای که زد و مستقیما چسبید به جال دروازه. بازیکنان قرقیزستان موقعیت دارن. ضربه زده میشه و جواد سفری ستاره همیشگی ما در درون دروازه. فرصت هست برای ما. فرزاد محمودی روی پای چپش هست میاره روی پای راست و توپی که برگشت داده شد در برگشت ضربه میزنیم که بی‌ثمر است و با اختلاف از کنار دروازه و بیرون رفت. ضربه راست میدان. موقعیت برای شوت زنی داره. ضربه از راه دور و خوشبختانه جواد می بود برای سفری گرفتنش خوب گرفت. فرصت برای ما هست. مهدی نوروزی پاسکاری ما. اکبر کاظمی ضربه نوروزی که دروازه‌بان روی کار تیمی خوب ما موقعیت ایجاد کردیم. متاسفانه توپ ما یه خوب از سوی ما. موقعیت هست برای ما. ضربه زده میشه و تیرک دروازه برخورد. در خط دفاعی اشتباه کردیم. موقعیت هست. جواد سفری میگیره در برگشت باز مرحله دروازه ما رو نجات داد. فریادهای او بالای خط دفاعیش و ثانیه‌های سر ببینیم. راه دور ضربه زده شد و براحتی توپ گرفت جواد سفری. ثانیه‌های سر نشان میده که جواد سفری مهران غلامی پاس میده و ضربه‌ای که به تیرک برخورد کرد. روی این صحنه ببینیم صحنه‌های سر بر. ضربه مهران غلامی توپ در اختیار داره. یک بازیکن از پیش رو برداشت. موقعیت هست. ضربه رو میزنه و موفق شد به گل برسید. موقعیت هست و توپی که تبدیل سفری و تیرک دروازه رفت و وارد دروازه شد. توپگیری را انجام داد مهران غلامی. موقعیت برای شوت زنی. ضربه به تیر دروازه در برگشت. یک پیش هستیم از تیم قرقیزستان. دروازه خالی را بی امان بازیکنان قرقیزستان. دروازه خالی است. از راه دور ضربه زده شد و گل. قرقیزستان ما میتونیم به گل هم برسیم. اینجا گل دستکاری بازیکنان زرکنان قرقیزستان. پاس در عمق برگشت داده میشه. دروازه خالی است. مهران غلامی ضربه را زد و گل. خوشحالی خودش هم انجام به گل و ما تا یک دقیقه دیگر به جام جهانی صعود خواهیم. تا پایان بازی باقی مانده. فشار حفظ شده. موقعیت دارن. دروازه را نجات داد جواد. دور کرده توپ. موقعیت دارن بازیکنان تیم قرقیزستان. ضربه زده شد و با نفس‌ها در سینه حبس شده. ویسال پایان و صعود افغانستان به جام جهانی. ما برای نخستین بار در تاریخ تا نیستیم که به جام جهانی